سال 2026 دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان هماهنگسازی ملی رده‌بندی بین‌المللی دانشگاه سبز برای جلب مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی مملکت انتخاب گردید. در این خصوص به نمایندگان رسانه‌های خبری ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان هفته روان ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. گفته شد که در این دوره دانشگاه در سمت بلند برداشتن صفت تحصیل، توسعه همکاری بین المللی، رشد فعالیت علمی تحقیقاتی، آماده سازی کادرهای بلند اختصاص، گسترش تحصیلات دوالی، جاری نمودن تکنولوژی‌های رقمی و تطبیق برنامه دانشگاه سبز به نتیجه های نظررس نائل گردید. ابراز گردید که بازبینی گردیدن نقشه عملی استراتژی رشد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برای سالهای 2027-2029 برای تطبیق سریع لایحه‌های افضلیت‌ناک، رشد انفراستراکچور، تحکیم زمینه‌های مادی و تکنیکی و بلند برداشتن صفت تحصیلات و تحقیقات و تحکیم همکاری بین المللی امکانیت فراهم می‌آورد. در این دوره دانشگاه برای اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که از پیام به مجلس عالی برمی‌آید در سمت رشد اقتصادی سبز، استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی و تطبیق تکنولوژی‌های از جهت اکولوژی تازه در همکاری با بانک آسیای رشد در دایره رشد ملکه‌های کسبی و امکانات با کار تامین شوی، نیروگاه آفتابی اقتدارش 150 کیلووات را به استفاده داده در سمت تشکل دانشگاه سبز اقدام مهم را عملی نمود. در نشست مطبوعاتی همزمان آید به دیگر دستاوردهای دانشگاه و دورنمای رشد آن، خصوصا آمادگی به سال نو تحصیل 2026-2027 به خبرنگاران اطلاع داده شد.